این آدمان سن سال گوناگون غالبان دوری منطقوی آزمون جمهوریوی فروغ یوسف دانایی کتاب است از ناحیه واسه می باشند. هر یکی از این نفران با کتاب‌های در این مدت مطالعه کرده با دانش بلند بدیعی و معنوی برای صاحب شدن راحت به دور ولایتی آزمون از همه مؤسسه‌های تعلیمی به مرکز ناحیه تشریف آوردند. در این دوره آزمون از روی نامیناسی‌ها اشتراک ورزیده دانش و مهارت خود را می‌سنجند. دوره دوم آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است برگزار گردید که در آن 822 نفر خوانندگان اشتراک دارند. از آن جمله 28 نفر آموزگار، 822 نفر خوانندگان و دوره دوم آمده اشتراک خود را گذرانده است. طبق اطلاع رهبریت شعبه معارف شماره اشتراکچیان آزمون نظر به سال گذشته امسال قریب یک برابر زیاد است. برای تامین شفافیت قانع گردانیدن طلبات اشتراکچیان هنگام بهاگذاری به مهارت و استعداد قرائت شعر و خواندن حکایت سخنگویی و دانش داوطلب وابسته به نامیناسی‌ها شعبه معارف در همبستگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه به هیئت کمیسیه آزمون بهترین آموزگاران را جلب نمودند. امروز آمدم تا از روی نامیناسیای ادبیات کلاسیک تاجیک اشتراک ورزم و همچنین اعضای فعال کتابخانه ملی نیز هستم و در این آزمون من زیاد از 120 غزل، 200 رباعی و دوبیتی و دیگر نوع‌های شعری از بر نمودم و می‌خواهم که در دور جمهوری سزاوار جایی نمایم. من امروز از نامیناسیای ایجاد نظم می‌خواهم اشتراک نمایم و در آینده که از شاعران شناخته و برجسته خلق و ملت خویش کردم و می‌خواهم شعرهایم را با پول تاجیکستانیان و دیگر مملکت‌های دیگر نیز شناس نمایم. امیدوارم که این آرزویم عملی گردد. من در آزمون ولایتی مولانا خانی شرکت ورزیدم و سزاوار جای افتخاری گردیدم. من 26 اپریل سال 2023 در آزمون ولایتی شاهنامه خانی شرکت ورزیدم و به جمهوری راحت یافتم. میخواهم که در آن شرکت ورزیده سزاوار جای نمایان گردم. حاضر ما در اشتراکی آزمون فروغ یوسف دانایی نیز هستم و در اینجا شرکت ورزیده از ناحیه و ولایت راحت یافتم و میخواهم که در آنجا نیز سزاوار جای نمایان گردم. آزمون طبق طلبات‌های آیین‌نامه و از روی نامیناسی‌های معین شده در سیمخانه‌ها و تالار کتابخانه در حضور والدان، استادان و نفران زیادی مشاهده‌چیان دایر کرده شد. معارفچیان درهای همه سیمخانه‌ها را گشاده مانده برای دلخوانفری که خواهش رفتی آزمون را مشاهده نمودن داشت امکان فراهم آوردند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.